حزب الله یک گروه مسلح در لبنان که امریکا سازمان تروریستی می‌داند صبح 25 آگوست به سوی اسرائیل صدها موشک پرتافت. مقامات اسرائیلی گفتند که پیشدستی کردند و قبل از آغاز موشکباران با 100 هواپیما به قرارگاه‌های حزب الله ضربه زدند. این درگیری سخت‌ترین میان اسرائیل و حزب الله در 10 ماه اخیر بوده است. در نوارها دو آتش موشک در آسمان اسرائیل و لبنان دیده می شود. از هر دو طرف نوارهای سوختار و ویرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. حزب الله گروه مسلح زیر حمایت ایران ادعا کرد که با 320 موشک کاتیوشا 11 پایگاه نظامی اسرائیل را زده است. این گروه میگوید که حمله مذکور مرحله اولی پاسخ به کشته شدن فؤاد شکر است. این فرمانده حزب الله ماه گذشته در حمله اسرائیل در بیروت کشته شده بود. در لبنان کشته شدن 3 نفر را تصدیق کردند. مقامات اسرائیل گفتند که یک سرباز نیروهای بحری در این حمله کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل ادعا کرد که از پیش از حمله حزب الله خبر یافت و با ضربه به مکانهای این گروه از خرابی‌های بیشتر پیشگیری کرد. حزب الله اظهارات اسرائیل را رد کرد و گفت که موشک و بی‌سرنشین‌هایش به هدف رسیدند. این گروه گفته است که هنوز مرحله دومی حمله را برای استاندن قصاص فؤاد شکر تحریزی نکرده است و آن را به وقت دیگر می‌گذارد. پس از آغاز جنگ در غزه جامعه جهانی از آن نگرانند که منطقه ناآرام می شود. سروزیر اسرائیل نیز روز یکشنبه اظهارات داد. ما تمام تلاش را میکنیم تا کشورمان را محافظت کنیم، شهروندانمان را به شمال کشور صحت و سلامت به خانه هایشان برگردانیم. هر کسی به ما ضرر میرساند ما به او ضرر میرسانیم. درگیری روز یکشنبه در حالی بود که گفتگوی آتشبس غزه در پایتخت مصر ادامه دارد. کاخ سفید میگوید که پرزیدنت جو بایدن وضع را با جزئیاتش پیگیری دارد.